داریم میریم به سمت شانشین. چرا بهش میگن حالا شانشین؟ به زمانهای قدیم که خان و رعیت و اینجور داستانا بود، اکثر خانا این بالا خونه داشتن. به دلیل حالا آب و هواش یا طبیعت هالیوودی که داره بهش میگن شانشین. خیلی هم قشنگه. تو راه اونجام حالا که زودتر برسیم و بتونیم یه ویدیو بگیریم. با ما همراه باشید. باید بریم اون بر. تقریبا رسیدیم به شانشین. اینجا شانشینه. الان واقعا که فکر میکنم حق میدم به اون خدا یا شاهایی که اینجا خونه داشتن. واقعا زندگی در جریان. رسیدیم اصلی ترین جاش که حرفی برای گفتن ندارم واقعا. اینجا میگن شانشین.